ها زهر مار، یاد گرفتید این گچه، این زغاله. ها کوفت، خوب نگاه کنید بهش نگاه کنید. این گچه، این زغاله، خوب دقت کنید یادتون نره. الان گرفتیم چی شد؟ خوب گرفتید؟ حالا اینو بندازید زمین. خب حالا دست راست بالا. عرض نکردم قربان. گچ تو کدوم دستتون بود؟ گچ کدومه؟ شما با چی کباب درست میکنید؟ با این گچ. عرض کردم قربان. سوال این بید که اگر همسرتان و خواهد شما را در یک کلمه توصیف وکنه، آن توصیف چی بید؟ به من وگوه شیر، منا با کلمه شیر توصیف کنم. آدم با مزه. من فکر نمیکنم شیفهات اصلا وتونه کلمه‌ای در این دنیا پیدا کنه که منو توصیف کنه باش. من اگر بخوام در یک کلمه لیلونا توصیف کنم بگم این دماغ عملی. قربان خیلی خوش آمدید در برارم. بعدا به شما کمک میکنم که اینجا نخودای خوبی خرید بفرمایید قربان. امیدوارم که در برارم به شما خوش بگذره. اول میخوام تکلیف این دوتا روشن بشه. قربان تکلیف اون دوتا روشنه. اونها رو بارها من خواستم که تیرباران بکنم ولی هر دفعه یک مشکل پیش اومده. من نبفهمم ما از ایشان شکایت بداریم. این نفله حرف بزنه. ببند آقتا سرجوخم. بله قربان. این دوتا شمپت من دست تو بازداشتگاه تا من بعدا بیام تکلیف شما اینا روشن بکنم. برکم شو بیرون. بله قربان. برو بیرون. این نظامتون زندان. در خدمتم قربان. اسم و فامیلتون رو بگید یادش. قربان بنده اسم یک جورهایی می باشه که بنده اصولا در زمانهای گذشته یک خانی بوده که تغرل. این 33 پله. نه من 33 پل در اصفهان هست قبلا دیدم. نه او فرق فکوله. این 33 پل اصلی ای بیده. این رودخونه اسم چی هست؟ این رودخونه که از زیر ای 33 پل رد بشه ای آب رکن آباده. ای وشه 33 تومن. دست درد نمیکنه. خیلی خوش گذشت. من دیگه باید شیراز رو ترک کرد و برم. ترک بکنی؟ بله. مگه من وزاره همینجا و مانی فردا دوباره آثار تاریخی دیگه ای هست که باید نشانت بده. تو خجالت نمیکشی؟ حالا بر من اختلاس میکنی؟ مردشون رو ترکیب تا برندک بعد اختلاس میکنن 2000 تومن ریخلگو. عرض میکنم شما چه ارزی داری که بکنی؟ چه ارزی داری که الان بکنی؟ خب من همینو گفتم. نه من حق تایر نکردم تو دماغت. زود باش اعتراف کن که اختلاس کردی. اعتراف کن. خب یه جورایی بله. تو خجالت نبکشی. تو اختلاس بکنی، دزد، راهزن، تو کلا بردار، تو خجالت چی وقای زندگی ما؟ یه چیزی بهت میگم یه چیزی دیگه میگم. خیلی خب بس دیگه. ببرن آقای شیرفرهاد با احترام کامل با 2 تا شاتل راهنمایی کن بیرون. شما بفرما برو بیرون. نپاش. رول جان بخش داری از شکایت خودش صرف نظر کرد. بله
مگه مسخره بازی اینجا همجوری صرف نظر کنی؟ تو جان من نگاه کردم دیدم که پولا رو تو جیب خودم اشتباهی گذاشتم. آره اینجا بود. همین راحتی من نمیتونم قبول کنم آقا. بابا دیگه من که دروغ نمیگم که پولا اینجاست دیگه. بفرمایید. خیلی خوب بذار رو میز نفس. بله بذارید رو میز لطفا. یه دونش برای مشکلی نیست، میتونید برید. خیلی لطف کردین، خیلی لطف که واقعا من شرمنده‌تون چجوری جبران کنم. کیانوشان فقط یادت باشه یکی طلب من. خب با اجازه بفرمایید. این سهم منم بده بخوام با این خرزوخان برم نخود گلاسه بزنم. چشم پسر بابا، من سهم شما را قبلا کنار گذاشتم، الان خدمت شما